السلام علیکم دوستان عزیز، به شبکه ما خوش آمدید. ما در حیات عادت کردیم که یگان مصیبت بالای سر ما بیاید در حال نالش کردن را شروع میکنیم و بهترین نعمتی که خداوند برای ما داده است، یعنی درباره سلامتیمان فکر نمیکنیم. اگر یگان جای ما درد کند یا اینکه بیمار شویم، بعداً به خدا شکرانه میکنیم و خدا را یاد میکنیم. برای همین همه وقت با خدا شکرانه کردن را فراموش نکنیم. در دنیا چنین انسان‌هایی هست که سلامتیشان آنقدر در جایش نیست، اما با همین درد نگاه نکرده شکر کرده زندگی میکنند. دوستان عزیز، این نوارمان با بعض انسان‌هایی که ناشکر بنده هستند عبرت شود و برای عبرت شدن بر دیگران شما در زیر ویدیو لایک گذاشته و حتما به دیگران برسانید. جوان هندوستانی که با نام پرابخلال 80% بدن او و نیم رویش را خالها پوشانده گرفته است و همش در روش دائمی زیاد شده می رود. آدمان در خورده این جوان بر حالش می خندیدند، زیرا او از دیگران خیلی فرق می کرد. این جوان شرم می کرد و کوشش می کرد که در کوچه نگردد. در نتیجه جراحت های پلاستیکی هیچ کفالت و کمکی نکرد. باز یکی از قدرت خدا را بینید که دوگانیک ها خیلی از دیگر دوگانیک ها فرق می کند. در سیان زندگی می کنند. دوگانیک هایی که شما می بینید با یکدیگر از جهت استخوان سر و معینه سر پیوست هستند. اینها نیز می خواهند که مثل دیگران از یکدیگر جدا باشند. کوشش هم می کنند، اما دیگر علاجی نیست. وقتی آنها به دنیا آمدند، طبیبان گفتند که از 10 سال زیاد عمر نمی بینند، اما اپا و خواهران الکی در سن 13 سالگی زندگی می کنند. البته دوستان عزیز، این همه قدرت خداوند است. وقتی این حالت ها را ما می بینیم باید شکرانه کنیم، اما با این همه درد و با این همه عذاب ها نگاه نکرده اینها نیز کوشش می کنند و برای پول کار کردن مادر این دخترها به قطر رفته زندگی میکند و در آنجا به خاطر همین فرزندانش کار و فعالیت میکند.